بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، درسی تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوع امروزه در بیان حرف‌های شمسی و قمری. حرف‌های زبان عربی به دو قسم تقسیم می‌شوند. یکم حرف‌های شمسی. حرف‌های شمسی اینها میباشند: ت، ث، دال، ذال، را، زی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. اگر بعد از حصه‌چه ال یعنی ارتیکل ال یکی از حرف شمسی آید، ادغام شمسی می شود، یعنی حرف لام حصه‌چه خوانده نمی شود. مثال ها ببینید دوستان: الشمس، لام رو نخواندیم. السماء، الصادق، اللیل، النهار. علامت های قرآنی حرف های شمسی اینها می باشند. یکم حرف لام ساکنش ظاهر نیست. ببینید دوستان کلمه ها را حرف لام به ساکن آمده است، ساکنش ظاهر نیست. و دوم حرف شمسی باشد با تشدید آمده است. ببینید همه حرف های شمسی که با رنگ سرخند با تشدید آمده است. دوم حرف های قمری. حرف های قمری اینها می باشند: الف، با، جیم، ح، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، ح، واو و یا. اگر بعد از حصه‌چه ال یکی از حرف‌های قمری آید، اظهار قمری می شود، یعنی حرف لام حصه‌چه خوانده می شود. ببینید دوستان مثال ها: القمر، العین، البیت، الجنة، الیوم. علامت های قرآنی حرف های قمری اینها می باشند. یکم حرف لام ساکنش ظاهر است. مثال ها رو ببینید: حرف لام ساکن دارد، ببینید ال ساکن دارد. و دوم حرف قمری به تشدید است. حرف های قمری رو ببینید به رنگ سرخ اشاره کرده شدند، تشدید ندارند. ایضاح: اگر حفظ کردن حرف های شمسی و قمری برای شما مشکل باشد، می توانید آنها را از روی علامت های قرآنی فرق کنید. یعنی اگر این حرف ها را از یاد کردن نتوانید، این راه آسانش است. دوستان ببینید می بینیم که در بالای حرف لام سکون نیست و حرف بعدی با تشدید آمده است. دیمک این حرف شمسی می باشد. حرف لام را نمی خونیم الشمس. و می بینیم که در بالای حرف لام ساکن آمده است و حرف بعدی تشدید ندارد. دیمک این حرف قمری می باشد و لام را می خونیم القمر. ارتیکل ال. ارتیکل ال این حصه‌چه است که در زبان عربی در اول اسم ها پیوست شده به آن معنای معین می دهد. مثال: اگر بیتون گویم خانه نامعین و اگر البیت گویم خانه معین. خلاصه این موضوع دوستان، هر وقتی که ارتیکل ال پیش از حرفای شمسی آید، لام خوانده نمی شود. الشمس، السماء. و هر وقتی که ارتیکل ال پیش از حرفای قمری آید، لام خوانده می شود. القمر، العین. می گذاریم به موضوع دیگر: احکام نون ساکن و تنوین. نون ساکن و تنوین 4 قاعده دارد. یکم اظهار، دوم ادغام، سوم اقلاب، چهارم اخفا. نگفته نماند که برای چه قاعده های نون ساکن و تنوین یک هستند، به آن سبب که این تنوین ها علامت هستند. اگر ما اینها را با حرف نویسیم، تنوین ان حرف الف و آخرش نون می باشد ان.
ببینید که حرف آخرش نیز نون سکون می باشد و تنوین این نیز از دو حرف عبارت است، از الف و حرف نون آخرش نون می باشد و تنوین اون نیز از دو حرف عبارت است. اگر ما آنها رو با حرف نویسیم، یکمش الف، دویمش حرف نون، ان، این، اون. به این سبب دوستان حکم تنوین ها و نون ساکن یک است، چون تنوین ها نیز اگر ما آنها رو نویسیم آخری حرف آنها نون ساکن است. میگذاریم به یکم، اظهار. اظهار در لغت به معنای رفشن و آشکار نمودن می آید. در اصطلاح علم تجوید رفشن و آشکار خواندن نون ساکن و تنوین می باشد. حرفای اظهار. حرفای اظهار 6 تا حرفای حلقی می باشند. همزه، ه، عین، ح، غین، خا. تعریف اظهار: اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از حرفهای اظهار آید، نون ساکن یا تنوین رفشن و آشکار خوانده می شود. مثال ها: مثال همزه، من اهلی. این مثال نون ساکن در دو کلمه، من اهلی، و مثال نون ساکن در یک کلمه، ین اونه. ببینید دوستان، ما نون را رفشن و برا خواندیم. و مثال تنوین کفوان احد. ببینید بعد از تنوین ان همزه آمد، کفوان احد. مثال حرف ه، من هاجر منهم جرف هار. مثال حرف عین، من عمل انعمت شاکر علیم. مثال حرف ح، من حکیم ینحتون علیم حکیم. مثال حرف غین، من غیر فسینغضون و رب غفور. مثال حرف خا، من خوف والمنخنقه یومئذ خاشعه. خلاصه دوستان ببینید بعد از نون ساکن و یا تنوین ها یکی از این 6 حرف آمد، حرف های اظهار، همزه، ه، عین، ح، غین، خا، ما نون و تنوین را رفشن خواندیم. ایضاح: قاعده اظهار در دو کلمه و این چنین در داخل یک کلمه راست می آید. در اینجا ببینید در بین دو کلمه من خوف، در اینجا در داخل کلمه والمنخنقه، و در اینجا مثال های تنوین یومئذ خاشعه. علامت های قرآنی اظهار اینها می باشند: یکم، در بالای حرف نون ساکن ظاهر است. دوم، خطهای تنوین ان و تنوین این برابر هستند و تنوین اون باشد در شکل رقمی 69 آمده است. دوستان ببینید خطهای تنوین ان و اون برابر هستند، پیش و قفا نیستند و تنوین اون باشد در شکل رقمی 69 آمده است. هر وقتی که چنین علامت ها رو دیدید بدانید که این اظهار است. و حرف نون چی؟ حرف نون با ساکن می آید. مثال ها رو ببینید، حرف نون ساکنش ظاهر است. سپارش: قاعده های اظهار را در آیت های زیر یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. اکنون بیایید قاعده های اظهار رو میابیم. یکم، اکان للناس عجبا. ببینید عجبا بعد از تنوین ان همزه آمد، در اینجا اظهار است و تنوین رو ببینید خطهاش راست آمده است. دوامش ان اوحینا، ان بعد از حرف نون همزه آمد است، در اینجا نیز اظهار است و علامت قرآنیش حرف نون با ساکن آمد، ساکن حرف نون ظاهر است. ان اوحینا الی رجل منهم، کلمه منهم نیز اظهار است، بعد از حرف نون حرف ه آمد و نون رو ببینید ساکنش اظهار است. دوامش ان انذر الناس،
در اینجا ان نیز اظهار است، بعد از حرف نون همزه آمد و علامت قرآنیش ساکینش اظهار است. و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند. ببینید اینجا نیز صدق عند، در اینجا نیز اظهار است، بعد از تنوین این حرف عین آمد. حرف عین حرف اظهار است و علامت قرآنیش تنوین برابر است، خطای تنوین برابر است. عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبین. دیگر قاعده اظهار نیست. این کدام سوره است؟ سوره یونس آیه 2. سوال ها برای سنجش: احکام نون ساکن و تنوین را بیان کنید. اظهار چیست؟ حرف های اظهار کدام هایند؟ نون ساکن و تنوین در این قاعده چی خیل خوانده می شوند؟ علامت های قرآنی اظهار کدام هایند؟ وظیفه خانگی: آیت های از 1 تا 5 سوره غاشیه را در دفتر نوشته، قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری نمایید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.